امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان روز 15 ژانویه در نشست خبریش در دوشنبه گفت خاک ترکیه برای نفرانی که به امنیت تاجیکستان خطر دارند پناهگاه نیست. این کشور چنین شخصان را از خاکش اخراج میکند. به گفته او همین گونه تاجیکستان هم حساسیت های جانب ترکیه را به نظر می گیرد. در حالت های لازمه مقامات مربوطه معلومات لازمی را به ما هم می دهند و ما شهروندان را از کشور خارج میکنیم. تاجیکستان هم این کار را میکند، گفت امود اجر. نامبرده افزود مقامات امنیتی دو کشور در مسئله مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم همکاری های زیست دارند. در این مسئله بین دو کشور تبادل نظر وجود دارد. سفیر ترکیه در تاجیکستان همچنین خبر داد که سال روان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورش به تاجیکستان می آید. باید گفت که ترکیه در سالهای آخر مسیر اصلی پیوستن صدها جوان تاجیک به جنگ‌های سوریه و عراق بود. در گذشته مقامات تاجیک خبر داده بودند که ترکیه جوانان تاجیک عضو داعش را بازداشت و به تاجیکستان سپرده است، ولی تا کنون هیچ خبری از استرداد فعالان سیاسیش نشر نشده است. از جمله سال 2019 ترکیه 21 گمانبر عضویت به داعش را به تاجیکستان استرداد کرده بود. در همین حال ترکیه مکان برخی از مخالفین حکومت تاجیکستان هم است. از جمله سال 2015 عمر علی قواتوف بنیادگذار گروه 24 در ترکیه کشته شد، ولی با این وجود دهها طرفدارش از جمله رهبر کنونی این سازمان سوراب ظفر در این کشور ماندند. در رابطه با کشتار قواتوف همان وقت سلیمان قیوموف نام زاده نویه واسطه تاجیکستان را در ترکیه بازداشت و به حبس عمرباد محکوم کرده بودند. استرداد پرویز سید رحمانوف یکی از تبلیغگران گروه تندرو داعش با لقب ابو داوود از مثالهای آخر استرداد تاجیکان از این کشور است. مقامات ترکیه ماه اکتبر سال 2022 همراه همسر و 4 فرزندش به تاجیکستان دادند. ابو داوود در تاجیکستان با جرم آدمکشی، گروگانگیری، جلب و اشتراک در جنگ‌های خارجی، تشکیل و رهبری سازمان تروریستی به 21 سال زندان محکوم شد. در نوبت خود تاجیکستان هم چندی از مخالفین حکومت امروزه ترکیه را در دوشنبه بازداشت و به ترکیه سپرید. از جمله در 4 ماه سال 2023 دو شهروند ترکیه در دوشنبه ربوده و در شرایط مرموز به وطنش فرستاده شدند. کورای ورال مدیر پیشین یکی از مکتب‌های نزدیک به روحانی ترکیه فتولا گولن به گفته نزدیکانش 16 سپتامبر سال 2023 از سوی شخصان ناشناس ربوده و یک روز بعد به ترکیه برده شد. امسال کوچ مدیر سابق مرکز دیالوگ در دوشنبه ماه یولی سال 2023 در دوشنبه ربوده شده و دیرتر در یکی از بازداشتگاه‌های ترکیه از خود درک داد.